سلام به همگی. بریم ببینیم اگر یک مریضی با مسمومیت با کوکائین اومد اورژانس ما باید چه کارش بکنیم. خب اول ببینیم که چه علائمی داره مسمومیت با کوکائین در اورژانس. خب علائمش، ببین کسی که فقط من اینو بگم، ما اینجا در مورد این فرم رایج کوکائین که در واقع صورت پودر هست و اینا اسنیف میکنن راجع به اون صحبت میکنیم. حالا فرم های دیگه هم داره دیگه، حالا از خوراکی بگیر تا کشیدنی و تدخینی و اینا هم داره، مثلا ما از همون فرم شایع داریم راجع به اون صحبت میکنیم. خب چه علائمی داره؟ ببین یکی از بارزترین و شایع‌ترین علامت اینا که تقریبا همشون دارن اینه که اینا آژیته میشن. خب و آژیته شدنشون هم به صورت سایکوموتوره، یعنی هم سایکو، یعنی هم از نظر روانی اینا آژیته میشن، هم از نظر موتور حرکتی، یعنی طرف بیقراره، میره میاد دست و پاشو تکون میده دیگه. حالا فرم شدیدترش میشه تشنج، حالا جلوتر میگیم. سایکو هم که یعنی آقا بیقراره دیگه، آژیته است، عصبانی، داد و بیداد میکنه. خدمت شما عرض بکنم که اعتماد به نفسش میره بالا و سرخوش میشه. حالا اگه دیگه خیلی نکشیده باشه اینا کارهایی که نیاز به تمرکز و اینا دارن شاید حالا به مقداری بهتر انجام بدن و علائمی از این قبیل. خب چرا اصلا این اتفاق میفته؟ چرا اینا آژیته میشن؟ ببین کوکائین چیکار میکنه؟ آقا نگاه کن، این فرض کن فضای سیناپسی، خب این در واقع نورون پیش سیناپسی، اینم نورون پس سیناپسی، اوکی، اینم فضای سیناپسی. خب این توی سیستم سمپاتیک ما این نورونه میاد چی ترشح میکنه؟ یه سری نوروترانسمیتر ترشح میکنه که روی این نورون پس سیناپسی اینا در واقع اثر بذارن. درسته؟ اینا چی ان؟ نورپینفرین، اپینفرین، سروتونین، دوپامین. اوکی. خب کوکائین میاد چیکار میکنه؟ کوکائین اینجا وارد میشه. خب بذار من یه توضیح بدم قبلش. خب ببین توی این دستگاه عصبی ما وقتی نوروترانسمیترها ترشح میشن و اثرشون رو در واقع روی این گیرنده های نورون بعدی میذارن، خب بعد از یه مدت دیگه بس دیگه چقدر این گیرنده رو تحریک کنن. خب اگه تا ابد اینجا بمونن که تا ابد این گیرنده رو تحریک میکنن، اینجوری که نمیشه که. بعد از یه مدت اینا توسط این نورونه بازجذب میشن، دوباره برمیگردن توی این نورونه. یه سری گیرنده اینجا هست، اینا رو بازجذب میکنه و اینا دوباره برمیگردن توی گیرنده. کوکائین میاد چیکار میکنه؟ کوکائین جلوی این در واقع بازجذبه رو میگیره. پس این نورپینفرین و اپینفرین و سروتونین و دوپامین که ترشح شدن و کارشون رو انجام دادن و قراره برگردن، نمیگردن، اونجا میمونن و هی گیرنده رو تحریک میکنن، هی گیرنده رو بیشتر تحریک میکنن. اوکی. خب نورپینفرین و اپینفرین هم مال سیستم عصبی سمپاتیک دیگه، مال یه چیزیه که ما مورد موقع جنگ و گریز و فرار کردن و دعوا کردن و این چیزا ترشح میشن. خب این طرف هم هی داره این نورپینفرین و اپینفرین در واقع اون گیرنده ها رو تحریک میکنه و طرف بیقرار میشه، عصبانی میشه، انگار همش توی جنگ و گریزه. این از این. پس اینا مریض رو آژیته میکنه. سروتونین هم که میدونید دیگه، هورمون خوشبختی و حال خوب و اینا، اعتماد به نفسشون میره بالا، سرخوش میشن. اینم از سروتونین. دوپامین هم که پاداشه دیگه، به به، طرف میگه من کوکائین کشیدم، انقدر این دوپامین توی این فضای سیناپسی موند که اصلا یه حالی به ما داد. پس دفعه بعدی هم دوباره دنبال اینه که دوپامین همونقدر تو فضای سیناپسی بمونه. چی دوپامین رو اینقدر تو فضای سیناپسی نگه میداره؟ به نام خدا کوکائین. پس اینم علت در واقع اعتیاد کوکائینه. خب این از این. خب این اپینفرین و نورپینفرین که میرن بالا، خب بذار من اینو پاک کنم که آخرش داره جمع بندی میکنه. بهش اپینفرین و نورپینفرین، پس اینا غلظتشون تو فضای سیناپسی افزایش پیدا میکنه دیگه به خاطر کوکائین. اینا باعث چی میشن؟ اپینفرین و نورپینفرین تنگ شدن عروق. چرا؟ چون اپینفرین و نورپینفرین روی گیرنده های آلفا اثر میذارن و اونا هم باعث تنگ شدن عروق میشن. خب این تنگ شدن عروق باعث چی میشه؟ افزایش فشار. افزایش فشار خون. اوکی. بعد روی گیرنده های بتا اگر اثر بذارن چی میشه؟ تعداد و قدرت ضربان قلب میره بالا. نتیجهش میشه چی؟ هارت ریت میره بالا. خب پس دو تا دیگه از علائمی که توی اینا ما شایع میبینیم، هارت ریت میره بالا و فشار خون میره بالا. این از علائم بعدی مسمومیت با کوکائین. خب این نورپینفرین و اپینفرین که زیاد میشن، خدمت شما عرض بکنم سروتونین و دوپامین و این نوروترانسمیترها تو مغز تنظیمشون میریزه به هم. این باعث چی میشه؟ باعث سردرد هم میشه. پس سردرد هم جزء علائم هست. خب دیگه چه اتفاقی میفته؟ ببین این تنگ شدن عروق همینجا تموم نمیشه. خب این عروق درسته، عروق کلا تنگ میشه، مثلا عروق محیطی تنگ میشه، ولی خب این تنگ شدن عروق جاهای دیگه هم هست. کجا؟ مغز، قلب. توی مغز این عروق تنگ بشن، اولا این تنگ شدن و گشاد شدن عروق خودش باعث سردرد میشه. پس سردرد رو میدم. خب باعث سردرد.
که افرادی که مسئولیت با کوکائین دارن زیاد با سر درد میان. دوما این که باعث ایسکمی توی مغز میشه دیگه. پس اینا ممکنه با چه علائمی بیان؟ فوکال نورولوژیک دفیسیت. مثلا میاد میگه یه طرف بدنم بی‌حسه، یه طرف بدنم نمیتونم حرکت بدم، یه طرف صورتش فلج میشه. فوکال نورولوژیک دفیسیت. مردمکاش مثلا غیر قرینه میشن. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عروق تنگ شدن، خون نرسیده، ایسکمی ایجاد شده. تو قلبم همینه. تو قلبم همین اتفاق میفته. واسه چی میشه؟ ام آی. عروق تنگ میشن، خوب اکسیژن نمیرسه اونقدری که قلب نیاز داره و اینا چست پین میگیرن. حالا این چست پینه میتونه، در واقع اینو باید اینجوری بنویسم. این تنگ شدن عروق باعث چست پین میشه که توی کوکائینی ها مسئولیت با کوکائین میتونیم ببینیم که حالا این میتونه باعث ام آی هم بشه. پس ام آی و در واقع ایسکمی مغزی هم جزء علائمش هست. خب یه اتفاق دیگه که میفته، خب فشار خون که میره بالا یعنی چی؟ یعنی فشار خون، افزایش فشار خون به دیواره عروق. این باعث التهاب دیواره میشه. التهاب دیواره باعث افزایش ریسک تشکیل لخته میشه. پس اینا ترومبوز ممکنه تشکیل بدن که خودش باعث همون در واقع CVA یا حالا TIA و MI میشه که توضیح دادیم اون بالا. دیگه چه علائمی دارن؟ تشنج هم اینا میگیرن. تشنج هم در واقع ممکنه داشته باشن. چرا؟ اپینفرین توی مغز زیاد داره ترشح میشه، نورپینفرین زیاد ترشح میشن. اینا باعث خدمت شما که عرض بکنم تحریک بیش از حد و زیاد نورون ها که این تشنج میدهد. خب این هم از این. خب یه چیز دیگه که داره خونریزی های داخل جمجمه است. حالا مثلا میتونه اینتراکرانیال هموریج باشه، میتونه SAH خونریزی زیر عنکبوتیه باشه، ICH باشه، IVH باشه، اینتراونتریکولار هموریج. چرا این اتفاقا میافته؟ به دو دلیل. در واقع به یه دلیل. ما گفتیم که فشار خون میره بالا، افزایش در واقع فشار خون به دیواره رگ‌ها، این باعث پاره شدن عروق و اگه دیگه حالا خیلی شدید باشه خونریزی می شود. این است. دیگه چه علائمی داره؟ درد عضلانی میده. برای چی؟ ببین فعالیت عضلات و این سیستم سمپاتیک رفته بالا دیگه. ببین سمپاتیک زیاد شده، فعالیت عضلات زیاد میشه. مثلا طرف تشنج میکنه، طرف هی داره حرکت میکنه، بیقراری میکنه و اینا، و مرگ سلول های عضلانی. خب حالا این اگر خفیف باشه، خب ببینید ما سلول عضلانیمون بمیرن، سیپیکا آزاد میکنن، پس سیپیکامون میره بالا. خدمت شما که عرض بکنم میوگلوبین آزاد میشه، پس میوگلوبین میره بالا. مثلا تو ادرار میوگلوبین میبینیم. این از این. اگه دیگه خیلی شدید باشه که دیگه پتاسیم هم آزاد میشه، هایپرکالمی میده، بعد این میوگلوبین هایی که جمع شدن میرن توی کلیه گیر میکنن، انسداد میدن و باعث AKI میشن که بهش میگیم رابدومیولیز. پس از این افزایش خفیف سیپیکا تا رابدومیولیز میتونه در واقع متنوع باشه. خب میتریاز میدن. چرا؟ خب به خاطر سمپاتیک دیگه. سیستم عصبی در واقع سمپاتیک فعالیتش زیاد شده. سیستم سمپاتیک هم میدونیم که مردمک ها رو گشاد میکنه. این از این. خدمت شما که عرض کنم یه مسئله دیگه که خیلی توی اینا مهمه، هایپرترمیه. یعنی این دمای بدن اینا زیاد میشه. چرا؟ ببین ما اولا که اینا فعالیت سمپاتیک رفته بالا، فعالیت سلول های مغزی و عضلانی هم میره بالا، مصرف ATP میره بالا، گرما تولید میشه. در حالت عادی بدن این گرما رو چه کار میکرد؟ میومد در واقع گشاد شدن عروق محیطی انجام میداد، خون میرفت سمت محیط، یعنی سمت پوست ما، اندامهای ما، پشت ما، زیر بغل ما و میشد تعریق و این باعث تنظیم دما میشد. حالا کوکائین چه کار میکنه؟ کوکائین گفتیم که عروق رو تنگ میکرد، پس این داستان رو کنسل میکنه. ببین کوکائین از اون طرف چه کار میکنه؟ تولید گرما رو زیاد میکنه. پس تولید گرما زیاد میشه اما عروق گشاد نمیشن، عروق تنگ میمونن، پس تعریق از بین میره، تنظیم دما از بین میره. مثل ماشینی که آب رادیات نداره، رادیاتورش خوب کار نمیکنه،
گرما تولید میشه اما خنک نمیشه، بعد از یه مدتی آمپرش میزنه بالا از بین میره. بعدم انسان هم همینجوری. خب پس اینا شد علائمش. حالا یه بار بیایم علائمش رو با هم دسته‌بندی کنیم. ببین سیستم عصبی رو چیکار میکرد؟ آژیته میشد، سردرد میداد، تشنج میداد، میتونه CVA بده، TIA بده، خونریزی داخل مغزی بده که اینا فوکال نورولوژیک دیفیسیت میدادن. فوکال نورولوژیک دیفیسیت میدادن. در موارد شدید هم میتونه به کما بره مریض دیگه. خب اینا در واقع علائم سیستم عصبی بودن. سیستم قلب و عروق، هارت ریت میره بالا، فشار خون میره بالا و میتونه ایسکمی بده. حالا چست پین، MI. دایسکشن هم نادر ولی میتونه بده. چرا؟ چون گفتیم دیگه فشار خون زیاد میشه، فشار به دیواره رگ‌ها زیاد میشه، میتونه باعث در واقع پارگی اونها بشه. دیگه علائم عضلانی داشت که درد عضلانی و رابدومیولیز میده. حالا اینو کلیوی هم میشه حساب کرد. چشم ها که میدریاز، و دمای بدن هم افزایش پیدا میکنه. هایپرترمی میتونه بده. خب اینا در واقع شد به طور خلاصه علائم بالینی مریضی که با مسمومیت با در واقع کوکائین میاد پیش ما. یه چیز دیگه هم من بگم. ببین اینجایی که میگیم فشار خون میره بالا، در موارد شدید یعنی اووردوز شدید فشار خون میاد پایین و مریض ممکنه بره تو شوک. چرا این اتفاق میفته؟ ببین کوکائین یه اثر دیگه ای هم داره. کوکائین میاد کانال های سدیم رو بلاک میکنه. خب ما تو پتانسیل عمل در واقع نورون ها که می‌خواستن پیام ها رو انتقال بدن داشتیم دیگه. پتانسیل عمل وقتی کانال های سدیمی باز میشن، سدیم از خارج میاد به داخل سل، میاد کانال های پتانسیوم سدیمی رو مسدود میکنه. پس پتانسیل عمل کندتر اتفاق میفته. پس توی نوار قلب ما چی میبینیم؟ این QRSی که در واقع شارپ بود به این صورت، حالا چون در واقع کانال های سدیمی مسدود شدن و کندتر این اتفاق میفته واید میشه. مثلا اینجوری میشه. باز QRSمون واید میشه. خب قلب در واقع کندتر کار میکنه، فشار خون میفته. پس این هم در نظر داشته باشید. خب حالا مریض اومد و ما این علائم رو توش دیدیم و به هر حال معاینه کردیم و شرح حال گرفتیم و اینا. میخوایم براش آزمایش درخواست کنیم. خب مریض مسئول کوکائین باید بستری بشه. بستریش می‌کنیم حداقل توی اورژانس و این آزمایش‌ها رو ما براش در واقع پاراکلینیک ببینیم چی می‌خوایم براش. خب ببین اول یه دونه BS گلوکومتری براش بگیریم. BS گلوکومتری. چرا؟ برای اینکه در واقع رد کردن هایپوگلایسمی. ببین یکی از ویژگی‌های بارز هایپوگلایسمی همین آژیته شدنه. خب کوکائین هم آژیته شدن میده. شما بیا BS گلوکومتری کن ببین یه وقت قندش نیافتاده باشه و بتونی در واقع هایپوگلایسمیش رو اگر برطرف کنی آژیتیشنش هم برطرف میشه. پس BS گلوکومتری انجام میدیم. EKG انجام میدیم. خب می‌خوایم تغییرات نواری ببینیم دیگه. گفتیم QRS ها ممکنه واید بشن، از طرفی ممکنه حالا مثلا مریض درد قفسه سینه داشته باشه، خب باید EKG بگیری ببینی MI نکنه یه وقت. این از این. هد CT اسکن توی مریض هایی که حالا تشنج میکنن، فوکال نورولوژیک دیفیسیت دارن، شاید یه قسم از بدنشون بی‌حس شده، یه قسم از بدنشون همیپارزی دارن، همیپلژیک شدن، نصف صورتشون فلج شده، دیزارتری دارن، مردمکاشون غیر قرینه است و فلان. در صورت کلی شما شک کردین هد CT اسکن میگیرید که وقت ایسکمی و خونریزی داخل جمجمه‌ای رو ما بتونیم رد بکنیم. خب چه آزمایشاتی می‌خوایم؟ ببین بیو کراتینین می‌خوایم با UA سیپیکا. چرا؟ رابدومیولیس. گفتیم اینا ممکنه رابدومیولیس کنن دیگه، درسته؟ سدیم پتاسیم هم می‌خوایم و کلسیم. چون توی رابدومیولیس تغییر میده، پتاسیم میره بالا، کلسیم میاد پایین دیگه. خب این از این. تروپ می‌خوایم توی مریضایی که حالا شک داریم به اینکه ایسکمی، مثلا مریض با درد قفسه سینه میاد، خب تروپ ازش میگیریم یه وقت MI نکرده باشه. خب لاکتات می‌خوایم. چون اینا وازو کانستریکشن دارن دیگه. از طرفی هم گفتیم که ممکنه در واقع در مسمومیت‌های زیاد فعالیت قلب کم بشه و اینا وارد شوک بشن. از طرفی هم خب وازو کانستریکشن دارن، ممکنه به ارگان‌های مختلف خون نرسه و به هر حال به هر ارگانی هم در واقع خون نرسه، اکسیژن نرسه، اینا وارد در واقع تنفس بی‌هوازی میشن و لاکتات تولید میکنن و خلاصه یک اندیکاتوری از شوک هست که تو اینا درخواست میکنه که مریض شوک نباشه. حالا یورین تاکسیکولوژی هم میگیریم دیگه، ولی خب در نظر داشته باشید که اگر این مثبت باشه، مثلا طرف فرض کنیم
دو سه روز پیش رفته یه جایی کوکائین مصرف کرده، اصلا در حد اووردوز نبوده، یه مهمونی چیزی بوده، حالا الان اصلا اومده با یه علت دیگه اینجوری شده. خب این یورین تاکسیکولوژیش مثبت میشه. یورین تاکسیکولوژی مثبت نشون دهنده مسمومیت حاد نیست. تو مسمومیت حاد هم دیده میشه، ولی ممکنه اصلا طرف چند روز پیش اینجوری شده باشه. خب بنابراین بیشتر همون شرح حال و علائم بالینیه که ما رو به تشخیص میرسونه، نه یورین تاکسیکولوژی. خب حالا میخوایم درمان کنیم. ببین اینا با چه چیز شایعی میان که نیاز به درمان داره؟ یکی هارت ریت بالا و فشار خون بالا میان پیش ما، و فشار خون اینا میتونه حالا یا ارجنسی باشه یا امرجنسی. ارجنسی یعنی فشار خون در واقع بالاتر از 180 روی 120 ولی اند ارگان دمیج نداریم، یعنی کلیه هاش خوب کار میکنه، در واقع فوکال نورولوژیک دیفیسیت نداره، خونریزی داخل مغزی چیزی نداره، چست پین نداره، درد قفسه سینه این چیزا نداره، فقط فشارش رفته بالا. یا میتونه نه با بلاد پرشر امرجنسی بیاد، یعنی هایپرتنشن امرجنسی بیاد، یعنی فشار خون بالاست مثلا ای کی آی هم کرده، فشار خون بالاست مثلا خونریزی مغزی هم داره. حالا با هر کدوم از اینا که اومده باشه در واقع درمان مثل بقیه فشار خونهای بالا نیست که مثلا ما لابتالول میدیم یا حالا کپتوپریل زیر زبونی میدیم و اینا. ببین اینا چرا فشار خونشون رفته بالا؟ علت سیستم سمپاتیک پرکار شده. خب پس ما باید بیایم اینو کم کارش کنیم، مهارش کنیم. خب درمان چیه؟ بنزودیازپین. پس مریضی که با مسمومیت با کوکائین میاد فشار خونش بالاه، هارت ریتش بالاه، اگر بنزودیازپین بهش بدی این فشار خون میاد پایین. فشار خون خود به خود میاد پایین. توی اینا بتا بلاکر نباید بدی، مثل لابتالول. برای فشار خون اینا نباید بتا بلاکر بدی. چرا؟ ببین گفتیم توی مسمومیت با کوکائین فعالیت سیستم سمپاتیک به واسطه افزایش نورپینفرین میره بالا. اپینفرین و نورپینفرین روی گیرنده های آلفا و بتا اثر میذارن. بتا بلاکر میاد اینا مهار میکنه. ببین کلی گیرنده اینجا، کلی اپینفرین و نورپینفرین اینجا منتظرن بیان روی اینا اثر بذارن. خب در حالت عادی اینا یه سریاشون مثلا میرفتن گیرنده آلفا اثر میذاشتن، یه سریاشون میومدن گیرنده بتا اثر میذاشتن. حالا تو اومدی بتا رو در واقع با بتا بلاکر بلاک کردی، این گیرنده ها نمیتونن برن سراغ اون، همشون میرن سراغ این. پس گیرنده های آلفا بیشتر از قبل تحریک میشن. زیاد داشتن تحریک میشدن که هیچ، حالا بیشتر هم تحریک میشن. خب وازو کانستریکشن بیشتر میشه، چست پین بدتر میشه، ام آی نزده بود ام آی میزنه، ایسکمی مغزی نکرده بود ممکن ایسکمی مغزی کنه. پس بتا بلاکر توی مسمومیت با کوکائین ممنوعه. اوکی این است. پس ما فشار با بنزودیازپین میاریم بالا. چی بهشون میدیم؟ آمپول دیازپام 10 میلی گرم آی وی. آمپول دیازپام 10 میلی گرم آی وی بهشون میدیم. اگر جواب نداد هر 5 تا 10 دقیقه میتونیم دوباره آمپول دیازپام 5 میلی گرم آی وی بهشون بدیم. پس آمپول دیازپام وریدی 10 میلی گرم. یه 10 دقیقه یه ربع وای میستیم، جواب نداد دوباره 5 میلی گرم میتونیم بهش بدیم. و اینو میتونیم حالا تکرار کنیم. فقط مواظب شرایط تنفسی مریض هستیم. مریض رو از تنفسی مانیتور میکنیم که یه وقت آپنه نکنه. آقا اومدیم با بنزودیازپین جواب نداد که معمولا جواب میده. خب اگر به بنزودیازپین جواب نداد، ببین درمان استانداردی که آپ تو دیت نوشته فنتولامینه. فنتولامین. خب که آی وی میدیم. خدمت شما عرض بکنم 5 تا 10 میلی گرم، 5 تا ببخشید 15 میلی گرم. حالا اگر توی اورژانسی که کار میکنید فنتولامین بود، توی مسمومیت با کوکائین فشار خونی که به بنزودیازپین جواب نداده، درمان انتخابیش فنتولامینه. خب فنتولامین چیکار میکنه؟ گیرنده های آلفا رو بلاک میکنه. حالا شاید بگید خب اگه گیرنده های آلفا بلاک بشه خب همشون میرن بتا رو تحریک میکنن مثل قبلی، بدتر میشه. ببین آره تئوریش اینجوریه ولی مطالعات نشون دادن این اتفاق نمیافته. دیگه اینجوری نشون. حالا مکانیزم دقیق چرا اینجوری اونجوری هنوز مشخص نیست، فقط در حد فرضی هستش. حالا خلاصه فنتولامین. ولی خب فنتولامین حالا خیلی جان نیست دیگه. جایگزین چیه؟ تی ان جی. یعنی با اینکه میگیم در بیشتر افزایش فشار خون ها آقا تی ان جی ندید، لابتالول اینا برید، اما توی در واقع مسمومیت با کوکائین اینطوری نیست. ما تی ان جی میدیم. اگر به بنزودیازپین جواب نداد، آمپول تی ان جی 5 میکرو پر مینت 5 میکرو پر مینت بهش میدیم آی وی اینفیوژن. فشار خون باید چقدر بیاد پایین؟ ببین هدف فشار خون چیه؟ فشار خونه دیاستولیک برسه زیر 105 میلی گرم. این از این. تو چند ساعت؟ در 2 الی 6 ساعت. یهو نباید بندازی پایینا. حواست باشه یهو فشار رو نندازی پایین. 2 الی 6 ساعت. خب این از فشار خون و هارت ریت. پس بنزودیازپین بدیم اینا خود به خودشون میان پایین. خب علامت دیگه ای که اینا باهاش می اومدن چی بود؟ آژیته میشدن. خب درمان اینا بنزودیازپین دیگه، همون دیاسپا. پس با یه تیر ما در واقع دو نشون میزنیم. خب
ما گفتیم که در مسمومیت شدید ممکنه که QRS ها واید بشن و افت فشار داشته باشیم، مریض بره توی شوک. اینجا چی میدیم؟ نورمال سالین میدیم. اگر بعد از 2 تا در واقع 3 لیتر فشار خون نیومد بالا با نورمال سالین، باید نور اپینفرین بدیم. دقت کنید این برای موقعیه که افت فشار داریم توی مسمومیت با کوکائین. افت فشار دیدی 2 تا 3 لیتر مایع بده. خب حالا اگر بعد از 2 الی 3 لیتر مایع فشار بالا نیومد، نورپینفرین میدی. حالا اگر توی ایکیجیت ببین، پس اون فشار جدا، فشار پایین بود یا میدی هیچ ولش کن. حالا اگر توی ایکیجیت QRS ها، چون ممکنه فشار خون پایین باشه هنوز QRS واید نشده باشن دیگه. حالا اگر QRS واید دیدی، چون این QRS واید همینجوری پیش بره آریتمی میشه، ممکن میشه ویتک VF. اوکی. خب اینا سدیم کم بود که QRS واید در واقع سدیم گیرنده‌های سدیمی بلاک شده بودن و این سدیم ها مثل قبل نمیتونستن به سرعت وارد بشن. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم سدیم ها رو زیادتر میکنیم، خب که اینا زورشون بچربه به همون کانال های سدیمی کمی که بازن یا قسمتی باز هستن. پس ما میایم سدیم بیکربنات 1 الی 2 میلی اکیوالان پر کیجی وریدی میدیم به مریض. سدیم بیکربنات بهش میدیم اگر توی ایکیجیمون QRS واید بود. خب گفتیم اینا هایپرترمی ممکنه داشته باشن. هایپرترمیا، ببین اگر دمای بدن خب به 39 درجه و بالاتر رسید، باید سریعاً بدن را خنک کنیم و کمتر از 30 دقیقه دما را به زیر 39 برسانیم. چیکار میکنیم؟ آیس پک دیگه. حالا تو کشور پیشرفته مریض رو میذارن توی در واقع وان آب و یخ و از این چیزا. ما آیس پک برمی‌داریم زیر بغل ها، کشاله ران، پشت گردن آیس پک میذاریم تا دمای بدنش بیاد پایین. خب یه چیز دیگه ای که گفتیم توی اینا پیش میاد چست پینه. چست پین. خب گفتیم که اینا در واقع به علت وازوکانستریکشنی که توی عروق کرونرشون پیش میاد با دچار چست پین و در موارد شدیدتر MI دچار چست پین شدن. ببین اول دایسکشن رو رد کن، چون تو اینا ممکنه. دایسکشن رو رد کن. خب فشار هر دو تا دستشو بگیر. ببین اختلاف بزرگتر مساوی 20 میلی گرم جیو اختلاف فشار دست چپ و راستش نداشته باشن. بعد که اینا رد کردی EKG بگیر که حالا به هر حال اگر MI به هم زده بود بره دیگه توی داستان MI و قلب و اینا. آسپرین بهش بده، همون 325 میلی گرم. بتا بلاکر ممنوع گفتیم. اینجا دیگه بتا بلاکر در واقع نمیدیم. بعد خدمت شما عرض بکنم نیتروگلیسیرین در واقع بهشون میدیم زیر زبونی، همون 14 همون مثل درمان MI. خب نیتروگلیسیرین بهشون میدیم 14 میلی گرم و فشار خونش هم اگر با بنزودازپین هم که گفتیم بالا میدیم به اینا، فشارشون باز نیومد پایین، خب اون وقت این TNG رو وریدی میکنیم. این میشه در واقع درمان چست پین توی این مریض ها. خب ما درمان رو توضیح دادیم. حالا کی ترخیص؟ داستان ترخیص در واقع به چه شکله؟ ببین اگر مریض فقط علائم سمپاتیک داشت، یعنی و اندورگان دمیج نداشت، یعنی علائم نورولوژیک مثلا حالا غیر از آژیته شده، مثلا تشنج نداشت، فوکال نورولوژیک دیفیسیت و اینا نداشت، رابدومیالیز نکرده بود، چست پین نداشت، MI نداشت، خب فقط اومده بود عصبی بود و هارت ریتش یکم رفته بود بالا، فشار خونش اومد بالا و به بنزو دیاسپین جواب داد، بعد از رفع علائم ترخیص. این است. اگر چست پین داشت 9 تا 12 ساعت تحت نظر در صورت نرمال بودن EKG سریال و منفی شدن تروپونین در 2 نوبت، این هم میتونی ترخیص کنی. هر اندورگان دمیجی داشت، یعنی مثلا MI کرده بود، نمیدونم ایسکمی کرده بود، رابدومیالیز کرده بود و اینا، خب باید بستری شه. اندورگان دمیج بستری.
این بود در واقع مسمومیت با کوکائین. حالا چیکار کنیم یادمون بمونه؟ ببین وقتی که اسم کوکائین رو میشنویم یاد کوکاکولا میافتیم. کوکائین، کوکاکولا دیگه، درسته؟ نزدیکترین چیزی که میاد تو ذهنمون احتمالاً همینه. خب این یه بطری اینجا روش نوشته کوکاکولا، کوکائین. خب ببین میاد توی این در واقع بطریه، ما خدمت شما که عرض کنم یه پودر سفیدی میریزیم دیگه. دیدین نمک میریزی تو نوشابه چجوری میشه؟ پودر سفیدی میریزیم، اتفاقی که میفته این یهو فوران میکنه، میپاشه بیرون. دیدین نمک میریزی تو نوشابه چی میشه؟ این پودر سفید ما رو یاد کوکائین میندازه دیگه. کوکائین هم یه پودر سفید میکشه. خب از این کوکائین که خورد یهو فشار رفت بالا، فشار داخل بطری رفت بالا و ریخ بیرون و این نماینده اینه که در واقع فشار خون میره بالا، آژیتیشن به وجود میاد، ضربان قلب میره، همه چی در قاطی میشه. خب ما برای اینکه جلوی این در واقع مسئله رو بگیریم چه کار میکنیم؟ میایم یه دونه در میذاریم اینجا که مثلا درش رو ببندیم. خب این دره روش آرم بنزه، نماینده چیه؟ بنزودیاسپین دیاسپین دیگه. این آرم بنز، اینا اولش بنز داره. پس بنزودیاسپین ها باعث میشن که ما در این بطری رو ببندیم و در واقع فشار رو بیاریم پایین، این هرج و مرج رو جلوش رو بگیریم، آژیتیشن رو کنترل بکنیم. خب حالا این بنزودیاسپین جواب نمیده دیگه. ببین اینجاها این کناره ها هنوز خالیه دیگه. ببین این کناره های آرم بنز خالیه و ازش در واقع میزنه بیرون. این نماینده اینه که بعضی موقع بنزودیاسپین ها نمیتونن فشار رو کنترل بکنن. ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم مثلا یه پیچ گوشتی برمی‌داریم. خب من چجوری اینو بکشم؟ یه دونه پیچ گوشتی مثلا اینجوری که حالا شکل این حالت بنزه هست، اینجا مثلا میاریم. خب اینو چیکار میکنیم؟ اینو تنگش میکنیم، اینو میپیچونیم که این دره تنگ بشه و حسابی بسته بشه. ببین تنگ تئو نئو جی میشه تی ان جی. اوکی. پس اگر بنزودیازپین ها جواب ندادن ما از تی ان جی استفاده میکنیم برای اینکه فشار رو کنترل بکنیم. بعد یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره. خب حالا ما همه این کارا رو کردیم، بعد این نوشابهمون در درجه بعدی تبدیل میشه به یک نوشابه بدون گاز. ما نوشابه بدون گاز دوست نداریم دیگه. خب برای اینکه بیایم این نوشابه رو مثلا یکم گاز دارش کنیم چیکار می‌کنیم؟ دوباره توش این دفعه نمک می‌ریزیم. حالا اون دفعه کوکائین ریختیم، خب این دفعه نمک می‌ریزیم داخلش. خب این نماینده NH3O3 سدیم بیکربنات. پس وقتی فشار اومد پایین برای اینکه بیاریمش بالا سدیم بیکربنات میدادیم دیگه، چون کانال‌های سدیمیمون در واقع مسدود شده بود. سدیم رو زیاد می‌کنیم که حالا حداقل یه قسمتیش بره و اونا رو فعال بکنه. خب نوشابهمون گرم شده، چیکارش باید بکنیم؟ باید بذاریمش توی یخچال. خب باید بذاریمش توی یخچال، نماینده این که هایپرترمی رو باید با خنک کردن بهبود بدیم. و در آخر این که نوشابه رو جلوی دست بیبی نذار، مام بزرگ، براش خوب نیست. خب این یعنی چی؟ یعنی بتا بلاکر توی مسمومیت با کوکائین نمیدیم.